قهرمانایی را که ما شما اخیراً از دست دادیم یادآوری بکنیم. خواهش ما است که هیچ وقت نباید فراموش بکنیم اون قربانی که اینا دادن در راه آزادی و در راه رفاه مردم افغانستان، اون را باید همیشه در نظر بگیریم. جنرال اکمل امیر و همسنگرایش واقعاً برای مردم افغانستان همونطوری که اونا در اردو پلیس ملی خدمت کرده بودن تا آخرین لحظه زندگی خود برای آزادی، برای آبادی، برای وحدت و یکپارچگی افغانستان کار کردن و اونا را از دعای خود فراموش نکنید حتی در روزهای عید. بنابراین برای روحشان درود و دعا میفرستیم و برای بازمانده هاشان صبر و استقامت استعداد و همچنان با توجه به شرایط خاص من میفهمم که وقت بسیار محدود است، من زودتر خلاص میکنم، وقتم زیاد نمیگیرم، اما همونطور که یاد کردیم شرایط بسیار دشوار است، فقر و بدبختی دامنگیر مردم افغانستان است. مردمای تنگ دست و فقیر هم فراموش نکنیم، مستقیم غیر مستقیم راه‌های وجود داره که دست از اونها گرفته شود و در این زمینه هم توجه همگی لازم است. بنابراین وقت بیشتر شما را نمیگیرم. از